سلام درود، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدیدم از کانال یوتیوب. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم واسهتون آیپد ویو کردن پابجی روی پی سی رو واسهتون آموزش بدم در شبیه سازهای گیم لوپ چینی و گیم لوپ. این آموزش قاعدتا برای پی سی است و برای موبایل نیست. اگرم باشه 100% فایله. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت حساب از یاد نره. یه کامنت انگلیسی معنی دارم بذارید که حسابتون نپره. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان، خیلی خوش اومدید به ادامه ویدیو. قبل از هر کاری باید بریم ببینیم رزولوشن مانیتورمون چنده. 100% هم 1920 در 1080. خب برای خیلی همینه. باید برین داخل شبیه سازتون و قسمت سیتینگ، چون واسه من گیم لوپ چینیه با گیم لوپ سادی فرقی نداره، ولی واسه من چینیه دیگه، هیچ مشکلی نداره. خب این دومین گزینه، میایم پایین. اینجا برای شما هر چند که باشه اینا رو پاک میکنید و 1440 در 1080 میذارید. بعد این سیو رو میزنید، برای شما سیو. اوکی. خب الان که برید داخل گیم، دوره های گیمتون سیاهه. برای حل این مشکل هم یک کلیک راست میکنید، اینجا انویدیا کنترل پنل رو میزنید و منتظر میمونید باز شه. اینجا توی دیسپلیش اولین گزینه رو میزنین، Change Resolution. اینجا برای شما هر چند که باشه اینجا کاستومایز رو میزنید و Create Custom Resolution. اینجا هر چند که شد پاک میکنید و 1440 در 1080 رو میذارید و به هرتز مانیتورتون هم نگاه میکنید که هر چقدر باشه اینجا میذارید. مال من 7069 میذارم. شاید مثلا مانیتور شما گیمینگ باشه، هر چقدر که هرتزش بود اونو میتونید بذارید که کیفیت گیمتون بهتر باشه. ویدیو. خب یه تست میزنید، اوکی میکنید و اینجا واسهتون 1440 در 1080 باز میشه، میزنید روش و اینجا یه گزینه اپلی هست، اونو میزنید و یس رو میزنید. واسهتون شاید فول اسکرین نشه و برنامه های پیسی تون عجیب غریب بیاد. Adjust desktop size and position، هم یه چیزی همینجوری. خب میایید روی این گزینه. برای شما از این سه تا گزینه روی اولین گزینه است میذارید روی فول اسکرین که کنارای مانیتورتون سیاه نباشه و فول اسکرین باشه. اینجا هم چیزی نداریم، میتونید بذارید روی جی پی یو اگه کارت گرافیک بهتری دارید و قوی تری دارید. اینجا میایید میذارید روی همون سایز 1440 در 1080 و هرتز مانیتورتون که چنده، مال من آخرین گزینه 64 هرتز میذارم رو. بعد این پایین اپلی میزنید. دوستان الان سیستم شما آیپد ویو شده برای گیم لوپ و گیم لوپ چینی. بریم که گیم رو باز کنیم و یه تستی هم ازش بگیریم. اینطور که میبینید آیپد ویویم الان و بریم که یه تستی هم از ریجستریناش بگیریم. بریم چه هست. که میبینید
اینطوری سنسی میخواید که فول هد بزنید همین زیبایی، حتما تو کامنت ها واسم بگید که ویدیوی بعدی درباره سنس ویتی باشه و بتونیم به خوبی پابجی موبایل رو اجرا کنید و لذت ببرید. از چند از دوستامون هم پرسیده بود که آموزش بده چطوری پابجی موبایل روی پی سی دانلود کنیم. برای اینم حتما تو کامنت ها واسم بگید که اگه استقبال زیاد بود ویدیو اونم واسهتون میذارم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این ویدیو هم به کارتون اومده باشه. حتما کارتون اومد. لایک و کامنت حساب از یاد نره که یه حمایتی ریزی هم از ما بشه و تا یه ویدیو دیگه با پیس.